بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، امروز چگونه که بیان کردیم در بیان اصل سوم از اصلهای سگونه که در قبر انسان از آن اصلها پرسیده می شود، در اصل سوم که ما قرار گرفتیم، این شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم، معرفت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در این موضوع با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی با شما صحبت خواهیم کرد و در اینجا مؤلف رحمت الله علیه شروع می نماید در بیان شناسایی با پیامبر صلی الله علیه و سلم و می فرماید و می گوید که الاصل الثالث، اصل سوم، یعنی از اصلهای سگانه که مصنف در اینجا آورده است. اصل اول که معرفت بنده پروردگارش را بود، اصل دوم معرفت بنده دینش را با دلیل‌ها بود و اصل سوم معرفت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی علم پیدا کردن، شناسایی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، او صلی الله علیه و سلم را شناختن. یعنی انسان باید پیامبر صلی الله علیه و سلم را بشناسد، هم از جهت نسبش صلی الله علیه و سلم و هم از جهت زندگی نامه‌اش. این از اصل سوم. پس نسب و نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف و محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف و ابن قصی تا اسماعیل علیه السلام به ابراهیم خلیل الله را میرسد و کنیه او صلی الله علیه و سلم یا که لقب او ابوالقاسم بود. ابوالقاسم پدر قاسم که رسول الله صلی الله علیه و از نسل حاشم بود، از قبیله قریش، و قریش باشد از فرزندان کنانه بود و کنانه از نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیهم السلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم نامهای زیادی دارند، ولی معروفترین و مشهورترین نامهای پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد و احمد است. در حدیثی که از جبیر ابن مطعم رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر فرمودند: من محمد هستم، من احمد هستم، من ماحی هستم، یعنی که با واسطه من کفر نابود می شود. من حاشر هستم. حاشر یعنی مردم روز قیامت در پشت من، در پس من جمع می شوند. من عاقب هستم، یعنی بعد از من دیگر پیامبر نخواهد آمد. و این نامها از مشهورترین نامهای پیامبر است و در بین همه این نامها مشهورترین نامهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این محمد است که هر کسی این نام را میشناسد. کافر مؤمن این نام را میداند. و محمد، معنای محمد کسی است که بیشتر از همه ستایش مدح کرده می شود، در بین زبانهای مردم همیشه رانده می شود. و این نام از کلمه های تمهید و تمجید، یعنی سپاس گفتن، گرفته شده است. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نام محمد اینه که سپاس گزار، همیشه سپاس الله سبحانه و تعالی را میگوید، ستایش او را میکند. و این نام محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم در بعضی از مواضع قرآن کریم آمده است، به مثل سوره فتح محمد رسول الله، محمد رسول الله است. و الذین معه اشداء علی الکفار، آن کسانی که با همراه محمد هستند آنها بر کافران سخیر هستند و بر مؤمنان مهربان هستند. دیگر قول الله سبحانه و تعالی: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، محمد تنها رسول برحق است، رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و همچنین حدیث وابسه رضی الله عنه که رسول الله گفتند: الله فرزندان اسماعیل را برگزید، الله فرزندان اسماعیل را برگزید و از آنها قریش را برگزید و از قریش بنی هاشم را برگزید و من را از بنی هاشم برگزید. پس نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم از اولاترین، از اشرفترین نسب هاست. و دلیل دیگر آن که نسب پیامبر از اشرفترین نسب هاست، ابو سفیان وقتی که نزد هرقل رفت، قیصر روم، و قیصر از او صلی الله علیه و سلم پرسید و در این حال بود که ابو سفیان گفت این شخص، هرقل با ابو سفیان گفت این شخص میان شما چگونه نسب دارد؟ ابو سفیان در جواب گفت که او بین ما صاحب نسب شریف است، نسب بزرگی دارد. و هرقل در اینجا هنگام این سخن گوش شنید و گفت که پیامبران همیشه نسبشان شریفترین نسبها در بین قبیلهشان بودند و هستند. در اینجا هرقل پی برد. و قریشی ها از قبیله های عرب بودند و عرب ها بر دو گروه تقسیم شدند یا تقسیم شوند. عرب های عریبه میگویند، یکی عرب هایی که اصلشون عرب است، عرب های اصلی، که این عرب ها از نسل قحطانند. بیشتر این عرب ها در طرف یمن بودند، در آنجا زندگی میکردند. و عرب های مستعربه میگویند، یکی عرب شده، عرب نبودند، یکی سپس عرب شدند.
که اینها از نسل عدنان هستند، از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم. هنگامی که اسماعیل با مادرش در مکه قرار گرفتند، در آنجا عرب ها آمدند از طرف یمن. در آنجا چیز از نسل اسماعیل، وقتی اسماعیل ازدواج کرد با آنها، از نسل اسماعیل سپس چیز سپس عرب ها پیدا شدند و عرب ها منتشر شدند. و قریش باشد از همین گروهی مبارک مستعربه از نسل اسماعیل علیه السلام که در مکه قرار گرفته بودند، در همونجا چیکار کردند؟ زندگی و اون بسر بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن است و این نسب پیامبر از شرفترین، از عالیترین و بالاترین مقام ها است. نسب بزرگ است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نسبش هاشمی قریشی عرب بود صلی الله علیه و سلم. با شرفترین انسان ها در روی زمین و با نسبترین انسان ها. و نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه گفته؟ محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف ابن قصی به نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام میرسد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم 63 سال عمر دیدند در این دنیا. چگونه که عایشه رضی الله عنها گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 63 سالگی وفات کردند. در صحیح بخاری و مسلم است. و 40 سال حیاتش را پیش از نزول وحی زندگی عادی عمر بسر بردند و در سن 40 سالگی هنگامی که رسیدند وحی نازل شد که بعد از 23 سال عمر خود را، حیات خود را در مرحله وحی گذراندند، نازل شدن وحی. و 13 سال این در مکه مکرمه گذشت و 10 سال دیگرش باقیش در مدینه منوره. این خلاصه حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. چون که حدیث انس است در صحیح بخاری، میگه قرآن با اون نازل شد در حالی که 40 سال داشت، 40 ساله بود. یعنی رسول الله صلی الله علیه و همگی 63 سال عمر داشتند. از همین 63 سال 40 سالش پیش از اسلام بود و 23 سالش بعد اسلام بود. 13 سالش سلاسم در مکه بود و 10 سالش در مدینه منوره. پس معرفت سیومی اصل شناخت نبی ما محمد صلی الله علیه و سلم با نسبش، نامهایش و عمرش و پیامبریش تصدیق می شود. و مسلمان به این معرفت بدون شناسایی دین، بدون شناسایی پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان شدن نمیتواند. همین است که در این فصل از این کتاب مبارک از اصلهای سگانه در اصل سوم اصول سگانه شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نسب او و تاریخ رسالتش ذکر می شود. و مؤلف می‌فرماید که نبئ باقرا، یعنی وقتی نبوت رسیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم با سوره اقرا بود، نبی شد. و سخن او که نبئ معنیش این است که او خبر داده شد، یعنی پیامبر شد با اقرا، یعنی که با سبب نازل شدن سوره اقرا بسم ربک الذی خلق و نبی شد. اما بعد این با نازل شدن سوره مدثر رسول شد، رسالت را بر دوش خود گرفت برای دعوت مردم به سوی توحید. چون یک در صحیح بخاری در صحیح مسلم حدیث مشهور آغاز وحی آمده است که در آن گفته می شود که حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند حق یعنی وحی در غار حرا به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، یعنی که فرشته این جبرائیل علیه السلام و بر او گفت اقرا بخوان. پیامبر در جواب گفت من خواندن نمیتوانم. سپس فرشته جبرائیل علیه السلام دویم بار به او گفت، سوم بار بر او گفت و سپس او را در آغوش گرفته او را چیز سخت تکان داد. در این هنگام گفت اقرا بسم ربک الذی خلق تا آخر، تا 6 آیاتی که نازل شد. بخوان به نام پروردگارت که آفرید این هستی را و انسان را آموزانید که نمیدانست. این سوره علق از آیه 1 تا آیه 5 نازل شد و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم نبوت رو گرفت، ولی هنوز به رسالت یعنی به مردم فرستاده نشده بود، نبی بود، نه که هنوز به عامه مردم فرستاده نشده بود، امر نشده بود. سپس مؤلف در اینجا میگوید که هنگام نازل شدن سوره مدثر، یعنی که وقتی که پیامبر رسالت رو بر دوش خود گرفت یا که رسالت بر دوش او گذاشته شد، با سوره یا ایها المدثر، سوره مدثر بر او نازل شد. و هنگامی که این سوره نازل شد مدت وحی قطع شد، یک فتره، یک مدت وحی قطع شد. و روز پیامبر صلی الله علیه و فرمودند من راه میرفتم، در راه بودم که ناگهان صدای از آسمان شنیدم، یک صدای را. و هنگامی که سرم را به سوی آسمان برداشتم این فرشته را دیدم، ملائکه را، جبرائیل علیه السلام را که تمام افق را فرا گرفته بود، تمام افق را فرا گرفته بود. هنگامی که به سوی غار حرا میرفت، یک در بالای تخت نشستگی بود، در بالای کرسی خود نشستگی بود که آسمان را فرا گرفته بود. سپس میگه من بسیار ترسیدم و بر خانه برگشتم، گفتم مرا بپوشانید، دثرونی. و این هنگام بود که خدیجه رضی الله عنها او را پوشاندند و در این هنگام که آیه سوره مدثر نازل شد. یا ایها المدثر، ای جامه بر خود پیچیده، قم فانذر، بخیز از جویت.
рисолат омада кун, вазифаи ту шурӯъ шуд, аз ҷоят бархез ва мардумро бин биде. Пас расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо иқра нубувваташ оғоз шуд, хабар ва паём гирифтанаш оғоз шуд ва бо сураи Муддассир рисолат вазифаи фиристонидани ин рисолат ба сӯи башарият оғоз шуд. ва дар ин ҷо муаллиф идома медиҳад ва мегӯяд ки ва баладуҳу Макка, яъне ки ватани пайғамбар, шаҳре ки пайғамбар дар он ҷо зиндагӣ карданд саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ин Макка буд. ӯ дар Макка таваллуд шуд ва дар ҳамон ҷо бузург шуд ва дар оғози кӯдакиаш ба қабилаи Бани Саъд бо зане ки Ҳалимаи Саъдия ном дошт, ширдиҳандаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба дасти ӯ дода шуд дар хурдиаш. Дар замони араб, дар замони пеш одати мардум ин буд ки ҳангоми кӯдак ба дунё биояд, онро бар деҳот месупоранд. Деҳаҳо тарбияи хуб меёбанд, нашнамои хуб мешаванд. Дар он ҷо дода шуд ба ин Ҳалимаи Саъдия. ва ҳангоме ки ширдиҳии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба итмом расид, ба назди ҷадди худ Абдулмутталиб баргардонда шуд. вақте Абдулмутталиб вафот кард, дар ин ҳангом албатта модараш вафот кард. чун дар ин китоб зиндагии номаи пайғамбарро хулосаашро зикр менамояд ва масоилро дар ин зикр менамояд. аммо иншоалло баъд аз ки мо зиндагии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро муфассалан бо ҳамроҳи шумо хоҳем гирифт. ва ҳангоме ки модари пайғамбар вафот менамояд, ӯро Абдулмутталиб ба уҳдаи худ мегирад, барои тарбияи худ мегирад. ва вақте ки Абдулмутталиб ҳам вафот менамояд, нигаҳбони ӯро Абу Толиб амакаш ба уҳда мегирад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. модараш Амина бинти Ваҳб вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам 6 сола буданд, аз дунё даргузашт ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар шикаи модараш 2 моҳа буданд ки падарашон аз дунё даргузаштанд. ва расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо риояи Абу Толиб дар Маккаи Мукаррама ба воя расиданд ва дар Макка пас аз нозил шудани ваҳй 13 сол дар он ҷо зиндагӣ ва умр ба сар бурданд. дават ба сӯи тавҳид ва ислом медоданд. танҳо мардум ба сӯи ла илаҳа иллаллоҳ даъват мекарданд. ҳамин аст ки мо ҳамеша насиҳат менамоем ки бародарон ва хоҳарони гиромӣ, аз ин китобҳое ки тарҷума шудааст, баёни калимаи ла илаҳа иллаллоҳ аз уламои муътабар маъруфин, аз ин китобҳо баҳра бибаред, ин китобҳоро бихонед, маънои воқеии калимаи ла илаҳа иллаллоҳро бифаҳмед. ба дурустӣ ки ҳар кас ки агар калимаи ла илаҳа иллаллоҳ дар қалби ӯ ҷойгир бишавад, вай инсон растагору хушҳолу хушбахт мешавад. ва дар ин ҷо расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳангоме ки 13 сол даъват ба сӯи тавҳид карданд, аммо мутаассифона Қурайш ба ӯ таҳдидҳо карданд, қасди куштани ӯро карданд. ин ҷо буд ки фармони ҳиҷрат аз ҷониби Парвардигор фуруд омад, нозил шуд. баъди қасди таҳдид, баъди қасди куштани пайғамбар, баъди бисёр озору азия расондани саҳобагони киром, ояти ҳиҷрат нозил шуд. ҳангоме ки Қурайш нақша кашиданд барои қатли ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам Аллоҳ онҳоро хабардор кард ва онҳо шаб баромаданд, дар ғори Ҳиро паноҳ бурданд ва дар ҷои хоби худ Али радияллоҳу анҳуро гузоштанд ва дар он ҷо якчанд рӯзе қарор гирифтанд дар ин ғори Ҳиро ва пас аз он ба сӯи Мадинаи Мунаввара ҳиҷрат карданд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва он замон буд ки ислом ва ҳукумат ва ҷомеа дар Мадина қавӣ шудан гирифт, дар Мадинаи Мунаввара қавӣ шудан гирифт. ва ин қисмат аз зеботарин қисмати насаби пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва сирати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, дар асли давал, дар усулҳои сегона. ва муаллиф раҳимаҳуллоҳу таъала мегӯяд ки ва ҳиҷрат кард ба Мадинаи Мунаввара, яъне ба шаҳри Мадинаи Мунаввара. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам баъд аз он ки кофирон дар Макка қасди куштани ӯро карданд, пинҳон шуд, дар ғори Ҳиро, ғори Савр паноҳ бурд ва сипас бо ҳамроҳии дӯсташ ва ҳамсояаш ва рафиқи содиқаш Абубакри Сиддиқ радияллоҳу анҳу, ҳангоме ки ояи ҳиҷрат нозил шуд, саҳобагон баъди оне ки ҳиҷрат карданд ва сипас бар пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин фурсат дода шуд ва пайғамбар бо ҳамроҳи Абубакри Сиддиқ радияллоҳу анҳу ҳиҷратро шурӯъ карданд. ва далел ин ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ӯ саллаллоҳу алайҳи ва салламро ӯро амр кард ки дар Маккаи Мукаррама бимонад ва мардумро аз ширк ман бисозад ва мардумро ба сӯи тавҳид даъват намояд, ин қавли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала сураи Муддассир аст. баёни расул шудани ӯ, я айюҳал муддассир, эй касе ки хитоб ба сӯи пайғамбар аст, эй касе ки худро бо либос пӯшонидаӣ ёки бо ҷома пӯшонидаӣ, аз тарсе ки ҳангоме ки Ҷиброил алайҳи салом ба ӯ омад, ба назди омад, қум фаанзир, акнун бархез ва мардумро бин бидеҳ, огоҳӣ намо, яъне онҳоро аз азоби Аллоҳ битарсон ва бигӯ ки аз ин ширки худ даст бикашанд ва ба сӯи тавҳид рӯй биёранд. ва маънои калимаи қум фаанзир дар ин оят ин аст ки пайғамбар мардумро аз ширк огоҳ мекард, огоҳ кунад ва онҳоро ба тавҳид бишиносонад. зеро пайғамбар барои асоси даъвати ӯ барои ҳамин буд, мардумро ба сӯи тавҳид даъват намояд ва аз ибодати ғайри Аллоҳ онҳоро боз бидорад. чун миёни қавми расули Аллоҳ фиростанда шуд ки онҳо мушрикин буданд, ғайри Аллоҳро ибодат мекарданд, аз шайхҳо, аз авлиё, аз пиро, аз сангҳо, аз дарахтон. ва аввалин даъвате ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шурӯъ намуд ва ин даъвати тамоми пайғамбарон аст, ин тавҳид аст. ва чӣ гуфт? ва раббака факаббир,
و پروردگارت را بزرگ بدار، بزرگ بدان. یعنی با تکبیر، با تعظیم، با عملها و گفتارها پروردگارت را بزرگ بشمار. و ربک فکبر، یعنی پروردگار را با توحید بزرگ بشمار. اما بزرگ شمردن پروردگار بدون توحید انسان مسلمان نمیشود. یک کس لا اله الا الله شب و روز میگه نه که غیر الله را عبادت مینامد، از غیر الله دعا و کمک مدد طلب مینامد، و این مسلمان نیست اصلا، اگرچه نماز روزه و حج زکات هم میدهد. برای همین چی گفت در اینجا؟ و ربک فکبر، پروردگارت را با توحید بزرگ بشمار، او را با صفت عظمت و بزرگی وصف کن، زیرا الله سبحانه و تعالی بالا مرتبه و بالا مقام است، بزرگتر از آن چیزی است که بر او شریک میارن. و در آن چی فرمود؟ و ثیابک فطهر، و لباست را پاک نگاه بدار یا پاک کن. و در این آیه کریمه منظور و مضمون این است که تو لباست را از شرک، از کفر، از پلیدی ها نگاه دار، از افلاسی ها. و ثیابک فطهر، یعنی اعمال خود را از شرک اولا پاک بدار، اولین امر. و در دوم چی فرمود؟ و رجز فهجر، رجز این افلاسی است، شرک است، بت است، پلیدی است، از اینها دوری بجو، یعنی بت‌ها را ترک کن و حتی به آنها نزدیک هم مشو. و رجز فهجر معناش بت‌هاست، ترک نما. تفسیر قول ابن عباس رضی الله عنه است، یعنی بت‌ها از شرک‌ها دوری بجو. حجر فهجر، حجر نما یعنی ترک نما، ترک آنها برای تو واجب است، دوری بجو از این، براءت جستن از خود بت و از اهل بت پرستان مشرکین. چنانکه در آیه بعدی می‌فرماید در آیه سوره مریم واجتنبوا الرجس من الاوثان، پس دوری جوید از پلیدی از بت‌ها و دوری جوید از سخنان بر دروغ. به خاطر چی این آیه کریمه اولین آیه بود نازل شد بعد سوره اقرا، بعد رسالتش، هنگام رسالتش، زیرا توحید بنده پوره و کامل نمیگردد تا آنکه او از کفر و اهل کفر دوری و بیزوری بجوید، خود را دور سازد، از آن جدا گردد، در مقابل آنها قرار بگیرد، نه با آنها. و رجز فهجر، پس این است معنای کفر بر طاغوت در این آیه کریمه. چنانکه الله میفرماید و ما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اگر هر کس کفر بر طاغوت بیاورد، صفت بر الله ایمان بیاورد، فقد استمسک بالعروة الوثقی، به رسمان عظیم چند است. و در دوم آیه فرمود سوره مدثر ولا تمنن تستكثر، یعنی عملهایت بر پروردگارت منت مگذار، با عملهایت به پروردگار منت نگذار و این عمل خود را بزرگ مپندار، بزرگ مشمار. همچنین معناش این است که در نیکو کردن، در نیکوکاری سستی مکن و زیاد هم طلب ننما. و لربک فاصبر، در دوم فرمود و برای پروردگارت صبر کن، صبر در اطاعت، صبر بر اجرای فرمانها، صبر از آزار و اذیت‌ها، صبر در برابر معصیت‌ها، صبر در برابر توحید، راه سنت. این آیه کریمه که نازل شده به پیامبر روشن نشان می‌دهد که رسالت پیامبر بر چی اساس یافته است. اول دعوت و توحید، دوم پاک کردن نفس از شرک، از کفر، از بدعت، از گناه و معصیت. و ثیابک فطهر، و ترک کردن بت‌ها و رجز فهجر، از بودها و شرک و کفر زلات دوری بجو و صبر در راه دعوت برای پروردگارت. پس اولین وظیفه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن مکلف شدن این دعوت مردم به سوی توحید بود و بازداشتن مردم از شرک، یعنی الله را بزرگ بشماری، نفس و اعمال خود را از شرک و کفر پاکیزه بداری، از گناه و معصیت دوری بجویی، از بت‌ها و تمام نوع‌های شرک دوری بجویی، عمل را تنها برای الله انجام بدهید و در برابر این صبر و پیشه نمایی. پس سوره مدثر اولین فرمانهای رسالت را میدهد. برخیز، بین بده، پروردگارت رو بزرگ بشمار، خود را پاکیزه نگاه بدار، از بت‌ها ترک آنها کن، عمل رو برای الله سبحانه و تعالی خالص انجام بده، پس صبر نما. پس این آیه کریمه نخستین دستوری کاری پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. راه زندگی یک دعوتگر تا روز قیامت راه دعوت رو تعلیم نشان میدهد. در این آیه مبارکه برای ما راه رسالت را نشان میدهد که راه رسالت راهی است که راه توحید است، راه بیان سنت است، راه ترک شرک است و اهل شرک است. و قول مؤلف در اینجا قم فانذر، آیه کریمه را میآورد. قم فانذر یعنی مردم را از شرک بین بده و آنها را به سوی توحید دعوت نما، زیرا اساس تمام پیامبرانی که به سوی مردم، به سوی قوم‌هایشان فرستادند این چی بود؟ این اساس دعوت به سوی توحید بود. با توحید آغاز می‌نماید انسان، از توحید شروع می‌نماید، چون توحید پایه و اساس دین است. پس توحید بنده کامل نمی‌گردد تا وقتی که شخص الله را با اخلاص عبادت کند و از کفر، شرک و اهل آنها بیزاری بجوید. این است معنای کفر بر طاغوت. چون یک آیه کریمه را در سوره بقره 254 گفتیم هر کسی با طاغوت کفر بیاورد پس به الله ایمان بیاورد. پس طاغوت
هر چیز یا کسی است که غیر الله عبادت کرده می شود و بر آن راضی است. و عروة الوثقی در این کلمه، در این قول الله سبحانه و تعالی، یعنی پیوند استوار. و ابن عباس رضی الله عنه گفتند که کلمه لا اله الا الله است، این عروة الوثقی کلمه توحید است، پیوند استوار است. و مجاهد از سعد ابن جبیر گفتند که یعنی ایمان به الله است. یعنی کسی که کفر بر هر گونه باطل کرد سپس ایمان به الله آورد، او در امان الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد و ایمانش استوار می شود، هدایت حقیقی را به دست می آورد. این معنا در تفسیر ابن کثیر و تفسیر طبری و تفسیر سعدی ذکر شده است. پس دوره اولین دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون مؤلف گفتم پیامبر 10 سال مردم را به توحید دعوت کرد، 10 سال پنهان. این مدت دراز فقط مردم را به آموزش کلمه توحید و بازداشتن مردم از شرک، 10 سال پنهانی به سوی مردم. 3 سال اولش پنهان. عمومی دعوت پیامبر در مکه چند بود؟ 13 بود. 3 سال اول پنهان بود، سپس آشکار شد. و بعد این 10 سال رسول الله صلی الله میفرماید مؤلف که عرج به الی السماء، به سوی آسمان برده شد. یعنی الله تعالی او صلی الله علیه و سلم با جسمش و با روحش، نه تنها روح، نه در خواب، زنده یقظه میگویند، زنده با جسم روحش او صلی الله علیه و سلم را از مسجد الحرام، از مکه بر مسجد الاقصی بر فلسطین برد. از آنجا سپس در آنجا چیز بر آسمان رفت، بالا از آسمان بعد نزد سدرة المنتهی. این را اسرا میگویند. سفر شبانه رخ داد. اسرا سفر شبانه از مسجد الحرام، از کعبه که در مکه قرار دارد، سوار براق، حیوان سفید سرعت تیز خطر حرکت میکند، بین خر و اسب است، میانه است. با بیت المقدس که در فلسطین قرار دارد، امروز در ذیل دست این مشرکین قرار دارد، از یهودی نجیس الله آنها را خار بسازد و مسلمانان قوت نصرت بدهد، در دست آنها قرار دارد. بعد از آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به معراج رفتند، بر آسمان برآمدند، بالا شدند. یعنی آن واسطه بالا بردن که رسول الله با آن واسطه بالا رفت، این براق بود، همان حیوانی که در آن سوار شدند. و در آنجا بود که این 5 وقت نمازی که ما و شما بندگان الله سبحانه و تعالی امروز ادا می‌نماییم، فریضه الهی در آنجا در شب معراج و اسراء قرار گرفت. بر محمد صلی الله علیه و سلم این 5 وقت نماز فرض قرار گرفت. اولین باری که نه 5 وقت نماز فرض قرار گرفت 50 وقت بود. حدیث دراز است در بخاری، اما خلاصه بر 5 وقت اومده سپس رسید. هر کسی این 50 وقت نماز را ادا نماید، 5 وقت نماز را ادا نماید، ثواب 50 وقت نماز را الله در نامه اعمال او کتابت می نماید. این معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از 10 سال دعوت به سوی توحید بود. پس از 10 سال دعوت به سوی توحید، اولین چیزی که بر دوش پیامبر و مؤمنان فرض شد این چی بود است؟ این نماز بود است. نماز و نماز. سپس پس از این 3 سال دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره، در مکه مکرمه نماز خوندن. صحابگان کرام نماز خوندن و پس از این 3 سال بود که هجرت فرض شد. یعنی بعد از فرض شدن نماز پیامبر صلی الله علیه و 3 سال در مکه مکرمه نماز خواندن و سپس الله سبحانه با او امر کرد به مدینه، یک نام اساسیش یثرب بود، مهاجرت کند صلی الله علیه و سلم. از همین سبب چنین برمیآید که حدیث های اسراء و حدیث های معراج 3 سال پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و رخ داد و برای وقت دقیق آن روایت مختلف علما ذکر کرده هستند. بعضی از علما گفتند که 3 سال پیش از هجرت بود، این صحیح ترینش است، و بعضی گفتند 5 سال پیش از هجرت بود و بعضی گفتند 1 سال پیش از هجرت بود. بعضی از گفتند که نصف سال، یعنی که 6 ماه پیش از هجرت بود، اما صحیح ترین آن این 3 سال پیش از هجرت بود که نماز فرض شد و آنها در آنجا نماز خواندند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا رسالتش را با دعوت به سوی توحید آغاز نمود. 10 سال مردم را با عبادت خالصانه از برای الله سبحانه و تعالی خواند. فقط ای مردم لا اله الا الله بگید، هیچ عبادت دیگر نبود، فقط لا اله الا الله. این برمیآید که اساس دعوت انسان باید به سوی توحید باشد، به سوی لا اله الا الله باشد. اول خود لا اله الا الله خود بخواند، بیاموزد مضمون آن را، فضیلت آن را از قرآن و سنت، شرط های آن را، رکن های آن را، شکننده های آن را، سپس از این با دیگران شروع نماید. و چگونه که گفتیم اولین باری که نماز 5 وقت در این شب معراج فرض شد 50 وقت بود. اما پس از دوچار شوی پیامبر با موسی علیه السلام در آسمان ششم با توصیه موسی علیه السلام برگشت این با 5 وقت نماز قرار گرفت. هرچند که این 5 وقت نماز که انسان در یک شب روز میخواند ثواب 50 همون وقت رو میگیرد. این 50 وقت نماز رو میگیرد. پس نماز یگانه عبادت است که در آسمان بر دوش پیامبر و مؤمنان فرض شد، بدون یگان واسطه. این دلالت بر عظمت نماز بر دوش بندگان می نماید، دلالت بر فضیلت نماز می نماید که عظیمترین ارکان 5 گانه اسلام است بعد شهادت لا اله الا الله. و این قسمت نشان می‌دهد که نماز این ستون دین است. هر کسی نماز را ترک کرد از دایره اسلام خارج شد، کافر و مشرک مرتد شد، چون که دلایل قرآن و سنت بر این آگاه است. و همچنین قول صحابگان کرام رضی الله عنهم
و در اینجا بود که مرحله بسیار مهمی پیش می آید. هنگام شروع شدن آغاز آزار و اذیت مؤمنان، دوچار شدن مؤمنان بر این فشارها، بر این زوراوری‌ها، بر این قتل و کشتارها، اینجا بود که مرحله هجرت آغاز شد. وحی نازل شد. اکنون برای مردم اجازه داده شد که هجرت نمایند، از این دیاری که ظلم کرده میشن از اینجا ببرایند. پس این فصل عظیم میبینیم که اول دعوت به سوی توحید بود تا دلها صاف شود، دلها به سوی الله مائل بگردد، نه به سوی هیچ کسی. عبادت از برای او قرار بگیرد، سپس نماز فرض شد، سپس که برای آنها مشکلی ها و سختی آمد هجرت. این سه مسئله انسان را وادار می‌سازد که بسیار مسائل دین را انسان با حکمت دعوت نماید، برساند. و اساس آن توحید است، سپس نماز است. انسان توحید نماز ندارد، تو او را از حرام کرده ها منع است، برای فایده نمیدهد. سیگار میکشد، عرق مینوشد، کارهای ناشایسته انجام میدهد که نماز روزه نماز نمیخواند و عمل شرک را انجام میدهد. تو اول را از این اصل توحید شروع نما، بگذار دیگر اعمال وی را، چون اعمالی که وی انجام میدهد در برابر این شرک و کفر، در برابر این بینمازی هیچ است. اگر این اعمال ها را وی انجام ندهد هم برای فایده نمیدهد. پس اول عقیده توحید، دوم نماز، عبادت بزرگ، سپس دعوت و هجرت. و او میرا گفت در اینجا مؤلف نه که فرمان داده شد، این فرمان فرض و واجب است. فرمانده این الله سبحانه و تعالی است. بالهجره یعنی فرمان داده شد بر هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله بر مدینه منوره هجرت کردن، نه که در میان مشرکان دیگر استقامت نکند، با آنها ننشیند، با آنها همنشین نشود، بلکه با دینش آشکار ببرد برود. پس هجرت جدا شدن از سرزمین شرک و سرزمین کفر، از مردم شرک، از مردم کفار، از طرز زیستن آنها، نبودن در بین آنها، کوچیدن به جایی که در آنجا مسلمان ها هست، به دیار مسلمان ها، به دار اسلام هجرت نماید. این بود که هجرت به سوی مدینه فریضه الهی قرار گرفت که این هجرت تا روز قیامت باقی ماند. پس الله سبحانه و تعالی این هجرت به سوی مدینه برای پیامبر فرض قرار داد، چون در اینجا الکی مردم مسلمان ها زیاد شده بودند و اینجا را الله سبحانه و تعالی دیار اسلام قرار داد بعد هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این مدینه منوره را مخرج راهی نشر دین قرار داد الله سبحانه و تعالی. و هجرت در زبان عرب به معنی ترک کردن را میگویند، ترک کردن. و در اصطلاح شرعی الانتقال من بلد شرک الى بلد اسلام، انتقال یافتن از کشور یا که شهرهایی که در آن شرک کفر آشکار روشن است به دیار اسلام کوچیدن. از کشورهای کفر که آنجا نشانه های اسلام نیست، نشانه های کفر آشکار روشن است، نه نماز است، نه اذان است، نه حجاب است، نه برپاشتن نمازهای جماعت است، نه جمعه است، نه عیدها است، آشکار نیست. علاوه بر این با بعضی دین می‌جنگند. دیار کفر آن دیار را میگن که در آنجا شعارهای کفر آشکار است و آن دیار را کفر رهبریت می‌نماید، نه مسلمانان نه اسلام. همین است که مؤلف میگوید که الحجة فریضه علی هذه الامه، هجرت فرض بر این امت، فرض نیک واجب است بر آنهایی که بر این فریضه الهی جواب میدهند، میپذیرند. جایز نیست که در کشور کفر زندگی و اقامت نمایند، در سرزمین زندگی نمایند که دین خود را ظاهر را آشکار کرده میتوانند، توحید را، سنت را و بقیه شعارهای اسلام را. و این هجرت واجب تا قیامت باقی میماند، تا نزدیک شدن روز قیامت از دیار کفر بر دیار اسلام. همین است که مؤلف میگه که الهجرة باقیه الی ان تقوم الساعه، هجرت باقی ماند الی ان تقوم الساعه، تا قیام نزدیک شدن قیامت. پس گفتیم هجرت این ترک کردن سرزمین کفر به سوی سرزمین اسلام برای ظاهر کردن دین خود و حفظ توحید و سنت. و این هجرت فریضه شد برای قوم محمد صلی الله علیه و سلم و برای تمام امتش تا روز قیامت و باقی میماند این هجرت. اگر مسلمان در مکانی قرار دارد که قادر نیست که دینش را آشکار نماید، شعارهای اسلام را آشکار نماید، عبادت را آنگونه که الله امر کرده است انجام بدهد، پس در این حالت چیکار می‌نماید؟ هجرت می‌نماید به آن سرزمینی که در آنجا می‌تواند دینش را ظاهر نماید، آشکار نماید. دین نه تنها حجاب و نماز است، بلکه اساس توحید است، سنت است. اگر این دو چیز در هر جایی که باشد، توحید و سنت باشد، آشکار باشد، و دعوت با توحید، دعوت با سنت آشکار باشد و کسی مانعی تو نگردد در این دعوت و زندگی تو در آنجا خوف و خطر نداشته باشد، پس در آنجا باقی ماندن از باره دعوت جایز و روا میگردد. وگرنه نه. پس این قسمت نشان میدهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با هجرت کردنش نه تنها جایش رو دیگر کرد، نه تنها که جایش رو دیگر کرد، بلکه اساس برای دولت پایه اسلام را گذاشتن و توحید را در بین مردم منتشر کردن و از عبادت پنهانی به عبادت آشکار ظاهر،
قدم گذاشتن. و دلیل فرضیت هجرت این سوره نساء آیت 97 99 است. ان الذين توفاهم الملائکه. این آیت رو خوب دقت بدید. این آیت بیانگر مسئله های خیلی مهم است. الله میفرماید در این سوره، در سوره نساء، ان الذين توفاهم الملائکه، به درستی آنهایی که ملائکه ها جان آنها رو، روح آنها رو قبض کردند، گرفتند، مردند. یعنی مفسران میگویند که کلمه ملائکه یعنی فرشتگان مرگ، ملائک الموت و آن کسانی که لشکریانی که با همراه او است، یارانش. جانهای مردم را قبض کردن. ظالم انفسهم، در حالی که نفسهای خود را ظلم میکردن، بر نفسهای خود ظلم میکردن، بر نفسهای خود ظالم بودن. پس این ظلم چی است در اینجا؟ الله جان یک گروه کسانی را، مؤمنان را گرفت که در نفسهای خود ظلم میکردن. پس این ظلم چی بود است؟ و این ظلم آن است که این مردم مسلمان میان مشرکین زندگی میکردن و توحید و عقیده و سنت و شعارهای اسلام را در بین آنها نمیتوانستند آشکار نمایند. پنهان، ترسان. هجرت از سرزمین کفر نکردن به سرزمین اسلام، در نفسهای خود ظلم کردن. ظالم انفسهم. پس این نقطه دلیل واجب بودن هجرت است بر سرزمین اسلام. زیرا ظلم تنها گناه به حساب می رود که امر واجب باشد. پس این امر واجب ترک شد، انسان در حرام واقع شد. قالوا فیما کنتم، میپرسند این ملائکه شما در کجا بودید؟ شما در چه حال بودید؟ و این سوال بر آنها سوال تحقیر و مذمت است. از جون ملائکه بر این شخصا سوال تحقیر و مذمت است. سوال معنای تنبیه و سرزنش رو دارد. چگونه که پسر روز رو دقیقاً دکتر باز میکنند و دیگه میشاد میاد، پس مادر میگه صغرا در کجا بودی؟ تهدید میکند. توجه کنم خیلی هستن. میگه قالوا كنا مستضعفين في الارض. اگه جواب چی است؟ میگن آنها میگن پروردگار ما مظلوم بودیم، ما در زمین، در این سرزمین بیچاره بودیم. جواب این کسانی که در نفس خود ظلم کردن، كنا مستضعفين في الارض، ما در زمین ضعیف و ناتوان بودیم، نمیتوانستیم کوچ بندیم، هجرت کنیم. اما فرشتگان در این حالت بر آنها میگوید الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. آیا زمین الله، سرزمین الله واسع نبود که شما هجرت نمایید؟ واسع بودن دنیا رو ببین. یعنی چرا بهانه میجوید امروز؟ چرا بهانه میکوبید امروز؟ دهان آنها رو، این بهانه ها رو در حال محکم میکند این آیه کریمه. و هر کس که امروز بهانه میکوبد در حالی که امکانی کوچ بستن را و هجرت کردن با سرزمین دیگه دارید. پس در آخر الله چی فرمود؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیر. اینجاست مخیف است، اینجا از جای ترسناکش. فاولئک، پس آن کسانی که هجرت نکردن، مأواهم جایگاه آنها جهنم است و ساءت مصیر، و جهنم چی بد جایگاه است. و این یک نوع هشدار و تهدید به هر نفری که در سرزمین کفار زندگی می‌نماید و به سرزمین اسلام هجرت نمی‌کند. به دیاری که توحید عقیده و اسلامش را میتواند آشکار نماید، به آنجا هجرت نمی‌کند، نشست همونجا. برای آنهایی که قابلیت و امکانات هجرت دارند و سرکشی میکنند، یا دنیا آنها را من میسازد یا ثروت دارایی. و بعد از آن الله سبحانه و تعالی در دوام آیات میفرماید که استثناء بعضی کسا را، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر کسانی که چیز بیچارگان، ناتوانان از مردان، از زنان، از کودکان. ولدان کودکان را میگویند، جمع کودک است. یعنی کودکانی که هنوز به سن بلاغت نرسیدند، و زنان غالبا ضعیفند، و مردان موسفیدان. و سبب استثناء چی است؟ آنها واقعا نمیتوانند هجرت کرده به کشورهای کفر، به کشورهای اسلام، و ترک کشورهای کفر رو ندارند، نمیتوانند. لا یستطيعون حیله، گفت در اینجا الله سبحانه و تعالی. یعنی آنها قوت ندارند، یگام راهی رو ندارند که کوچ بندند، سرمایه ندارند، قوت ندارند، قدرت ندارند، راهی رو نمیدانند. و لا یهتدون سبیلا، راه را نمیدونن که چگونه هجرت نمایند، با سوی کجا هجرت نمایند. زیرا هجرت اگر هرچند که فرزند باشد، ولی فرض بودن آن واسه بر توانایی و امکانیت واسطه است. بر توانایی و امکانیت. کسی که توان کوچ بستن را ندارد، در نزد الله عذر دارد. همینجاست که الله فرمود آنهایی که به طور واقعی نمیتوانند هجرت نمایند، فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، آنها کسانی که قابلیت توانایی هجرت کردن ندارند، نتوانستند، برای آنها عذر پیدا شد. عسى الله ان یعفو عنهم، باشد که الله سبحانه و تعالی آنها را بیامرزد، ببخشد. کلمه عسى معنای امید قوی و حتمی دارد، یعنی الله البته که آنها را میبخشد. و در آخر چی فرمود؟ و کان الله غفور رحیم، و البته الله سبحانه و تعالی آمرزنده و غفور و رحیم است. یعنی گناهان آنهایی را که توان هجرت را نداشتند و نتوانستند هجرت نمایند می آمرزد، مغفرت می نماید. برخلاف این آنهایی که توان هجرت را دارند، راه را دارند، همه برای شرایط مهیا است، ولی که هجرت نمی نمایند، فاولئک مأواهم جهنم، آنها جایگاهشان جهنم است. و این آیه کریمه درباره مسلمانان نازل شدند که در مکه بودند، آنها سرزمین کفر را که در آنجا سرزمین کفر مکه بود هجرت نکردند تا اینکه دین خود را آزاد نمایند. و فرشتگان هنگام گرفتن جان آنها پرسیدند از آنها چرا هجرت نکردید، در حالی که سرزمین های الله واسع است. اما آنها
حقیقتا چیز بهانه گفتن قسمت اول مردم، ولی که بهانه اونا پذیرفته نشد. اما قسمت دوم چیز حقیقتا ناتوان بودن و قدرت هم نداشته بودن از مردم، زنان و کودکان که الله شاید آنها رو ببخشد. البته آنها رو میبخشد و الله بسیار بخشنده و آمرزنده است. پس هجرت فرض است با شرط اقتدار، توان بودن. اگر کسی قادر باشد و با وجود اون که سرزمین کفر قرار میگیرد در گناه بزرگ قرار دارد، اما کافر نیست، یک مسلمان عاصی است. اگر ناتوان باشد الله غفور و رحیم است. پس گفتیم هجرت این ترک کردن جای کفر و فرار به جایی که در آنجا اسلام آشکار و واضح و روشن است. و این هجرت فرض باقی میماند از دیار کفر به دیار اسلام تا روز قیامت. کسی که قابل توان دارد، اما آنهایی که واقعا ناتوان هستند، زنان، کودکان، بیماران، آنها معذور هستند، نزد الله عذر دارند و این هجرت تا روز قیامت باقی میماند، تا روز قیامت. بارک الله فیکم. پس یک نقطه دیگر که هجرت تنها یک کوچ بستن و کوچ گرفتن نیست، یعنی که معنای اساسی عمومی هجرت جدایی از کفر و شرک و بدعت، گناه و معصیت، فرار به سوی ایمان و سوی توحید، طاعت، عبادت است. این است معنای اصلی هجرت. الله مستعان. و در اینجا در سوره نساء آیات 97-99 را گفتن که چیز بیان هجرت و کسانی که هجرت می‌نمایند که هجرت نمی‌نمایند الله سبحانه و تعالی بیان کرد. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون. ای بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من فراخ از واسع است، هجرت کنید و من را عبادت کنید، تنها من را عبادت نمایید. قل یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی ای بندگان من، این اضافه نسبت به بنده است. ای بندگان من گفت به خاطر شرف این بندگانی که هجرت می‌نمایند، به خاطر احترام این بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی. ای بندگان من، الله آنها را با صفت ایمان صفت کرد و با آنها افتخار کرد. الذين آمنوا، یعنی آنهایی که به من و پیامبرم ایمان آوردند و سخن پیامبر را پذیرفتند، قبول کردند. ان ارضی واسعه، زمین من واسع است. این زمین ملک الله واسع است، فراخ است. در نزد الله زمین محدودیت ندارد. هر جا که زندگی می‌نمایی با دین الله زندگی کن. در آنجایی که دین خود را آشکار نمی‌توانید و جای دیگر هجرت نمایید. فایای فاعبدون، در آنجایی که شما نمی‌توانید هجرت نمایید، در آنجایی که نمی‌توانید دین را آشکار نمایید، پس فایای فاعبدون، پس تنها مرا عبادت نمایید. و عبادت الله کامل، درست، صحیح طبق فرموده رسول الله میشود مگر در دیار اسلام، مگر در جایی که مسلمان ها آزاد و آشکار هستند. و در این هنگامی که در مکه مکرمه دیگر با مردم نمیدادن اجازه که مردم نماز بگذارد، مردم عبادت نماید، مردم توحید را آشکار نماید. اینجا بود که هجرت فرض شد. و در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی سخن امام بغوی را میآورد، یعنی سبب نزول، سبب فرود آمدن این آیات که در مکه برخی از مسلمان ها زندگی میکردند ولی هنوز هجرت نکردند. هجرت فرض شد، پیامبر هجرت کرد و دیگران هجرت کردند که وای مون در همونجا. بعضی از صحابه ها هجرت نکردند و آنها را چی خواند؟ مؤمن خواند. ای کسانی که ایمان آورده اید گفت. معلوم بشه ترک هجرت این کفر نیست، ترک هجرت این معصیت است، گناه است، گناه عظیم است. و سبب ترک هجرت این کفر نیست، ولی یکی از بزرگترین گناهان است. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی دلیل دیگری را از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دلیل واجب بودن هجرت را برای ما ذکر و یادآوری می شود. و می فرماید که حدیث معاویه ابن ابی سفیان است که پیامبر فرموده صلی الله علیه و سلم، روایت ابی داود نسائی است، لا تنقطع الحجة حتى تنقطع توبه. هجرت قطع نمی شود، بسته نمی شود حتی اینکه توبه قطع شود. ولا تنقطع توبه حتی تطلع الشمس من مغربها. و توبه قطع نمی شود حتی اینکه آفتاب از مغرب ببراید. هجرت قطع نمی شود معنای گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی حکم و فرضیت هجرت برطرف نمی شود، برداشته نمی شود، بلکه باقی می ماند. و همچنین قول پیامبر تا قطع شدن توبه، یعنی هرگاه توبه قبول هست هجرت هم فرض است. و توبه انسان در دو حالت قبول نمی شود، یکی برآمدن آفتاب از مغرب، دیگر جان انسان در غرغره آمدنش، در گلویش آمدن. برای همین درجه گفتن توبه قطع نمی شود حتی اینکه آفتاب از مغرب برآید. این نشان دهنده نزدیک قرب قیامت است، یعنی تا نزدیک قیامت هجرت است، باقی میماند. پس هجرت در اینجا هم به معنای معنوی دور شدن از کفر و شرک و گناه و معصیت، با هم به معنای ظاهری کوچیدن از سرزمین کفر بر سرزمین اسلام است. هر دو معنا در بر میگیرد. تا وقتی که در توبه باز است هجرت نیست، در هجرت نیز باز است. اما وقتی که آفتاب از مغرب برآمد دیگر در توبه بسته می شود و در هجرت بسته می شود. دیگر از هیچ کس هیچ چیز قبول کردن نمی شود.
وقتی که آفتاب از غرب طلوع کرد دیگر در توبه بسته می شود. از همین برمیآید که هجرت نیز تا این قرب قیامت برای بندگان فرض است و از دوش هیچ کسی برآورده نمی شود. و این حدیث پیامبر دلالت بر آن می نماید که هجرت تا زمان قبول کردن توبه بنده دوام دارد. وقتی که توبه دیگر قبول نشد دیگر هجرت نیست، توبه نیست دیگر. پس هجرت واجب است برای هر کسی که در محیط غیر اسلامی قرار دارد. نمی تواند دین خود را آشکار نماید از ترس آنها، از ظلم آنها، از جرم آنها. پس الله، سرزمین الله فراخ از وسع است برای بندگانش. پس او را به سوی او هجرت نماید. پس هجرت این نشان دهنده ایمان خالص بنده و نشان دهنده ایمان و خالص ساختن عبادت بنده برای الله است. هر قدری که در توبه قبول است شده است، انسان میتونه واسه پرگاه باز بگردد و همچنین چیز هجرت برای او چیز که شده است همیشه. پس این کلمات نشان میدهد که هجرت یک رمز جدایی کامل بین انسان و شرک و کفر و ضلالت است و همچنین یک رمز جدایی بین انسان و مشرکین و اهل شرک و دیار شرک است. بسوی آزادی عبادت. بارک الله فیکم. پس چون یک بیان کردیم هجرت نه تنها کوچیدن از یک شهر به شهر دیگر، بلکه فرار از معصیت و گناه به سوی عبادت، فرار از کفر و شرک به سوی توحید و سنت. همین است که اگر هرگاه که انسان در هر جا هر مکانی که اگر که گناه بسیار کرد آن مکان را ترک نماید. چون علما فرمودند یکی از شرط های قبول توبه بنده، شرط های آسان شدن توبه بنده این است که آن مکانی که انسان گناه می‌نماید آن مکان را ترک نماید. و قصه آن 99 نفری که قصه آن کسی که 99 نفر را می‌کشد آن را پیامبر الله برای ما دلیل می‌کند. اما در اینجا مؤلف سپس میگه فلم استقر بالمدینه، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و در مدینه استقرار کردن قرار گرفتن، که از مکه به مدینه منوره پیامبر هجرت کردن، مقیم مدینه منوره شدن، در آنجا آرام گرفتن صلی الله علیه و سلم، او میره به بقیت شرایع اسلام امر کرده شد. یعنی الله او را امر کرد بر بقیه شریعت های اسلام بعد از نماز. یعنی که او صلی الله علیه و سلم با همراهی صحابگان کرام برای اجرای باقی ماندن شریعت اسلام مکلف گردید. بر او امر کرده شد تا آنچه که از شریعت باقی مانده است از قانون های اسلام اجرا کرده شود. و اینجا امر کننده این الله سبحانه و تعالی است. یعنی بعد هجرت، بعد مرحله تکامل و گسترش شریعت، آغاز شدن چی است؟ این اولین پایه‌گذاری های ارکان های دیگر. بعد نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، اذان، امر بر معروف، نهی از منکر. مؤلف همین را با ترتیب ذکر می‌نماید. بارک الله فیکم. و اذان پهن دعوت نماز، دعوت به سوی نماز که شروع میشد با تکبیر الله اکبر گفتن، الله را بزرگ شمردن، سپس به سوی نماز دعوت کردن مردم که آغاز نماز است. به سوی نماز بیش دوباره که نماز شروع می شود. این نجات فلاح شماست. و همچنین پیامبر در این مدینه منوره فرمان داده شد بر امر بر معروف، یعنی دعوت کردن به سوی نیکی. معروف ضد منکر است، یعنی دعوت به سوی ایمان به الله و رسولش و عمل کردن به شریعت او که با تدریج نازل شدند. و امام طبری می‌فرماید که معنای اصلی معروف، امر بر معروف میگوییم هر عمل زیبا و پسندیده است که طبیعت و عقل آن را خوب میشمارد و میپسندد. و نهی از منکر یعنی بازداشتن مردم از کارهای ناپسند که برعکس معروف است، یعنی بازداشتن مردم از شرک و انکار کردن این شرک، کفر و بدعت و ضلالت ها. امر بر معروف کردن، نهی از منکر کردن، بازداشتن مردم از شرک، از کفر، از ضلالت، از گناه و معصیت، از بدعت. سپس تمام شریعت های اسلام آیسته آیسته در مدینه منوره نازل شدن گرفت. و در مکه دعوت پیامبر 13 سال بود، در مدینه منوره 10 سال در مدینه منوره زندگی کرد. تمام شریعت کامل شد. سپس صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه مشهور به ربیع الاول، ماه ربیع الاول سال روز 12 ربیع الاول وفات کردند. و در مکه دعوت به سوی توحید بود، تنها توحید، لا اله الا الله. و در مدینه باشد بیان تمام شریعت هایی که باقی عملی از عبادت و اخلاق نازل شد آنها را به مردم رسانید. و مؤلف میگوید که و دینش و هذا دینه، و این دین پیامبر است و دینش باقی ماند، یعنی دین اسلام حفظ شده است و دین او صلی الله علیه و سلم هنوز هم وجود دارد که ما الحمدلله مسلمان هستیم و تلاش می‌نماییم با سوی دین او صلی الله علیه و سلم دعوت نماییم، نه با سوی هیچ ادیان دیگری. و دین او صلی الله علیه و سلم همان وحی الهی است، قرآن و سنت است، نه چیز دیگری. و این دین تا روز قیامت باقی میماند، چرا که الله سبحانه و تعالی این دین را با واسطه وحی حفظ کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمود که من در میان شما چیزی را گذاشتم که اگر به آن چسبید هیچگاه گمراه نمیشوید. گفتن کتاب الله و
سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام. این از دین او صلی الله علیه و سلام. یعنی همه آن چیزی که بر رسول صلی الله علیه و نازل شد و هر آن چیزی که رسول الله بر ما بیان کردن با احادیث صحیح و هیچ خیر و نیکی و نعمت حقیقی نیست مگر اینکه او صلی الله علیه و بر امتش رسانید، بر امتش تعلیم داد، راهنمایی کرد. و هیچ شر و بدی نیست مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و از امتش آن را هشدار داد و آنها را برحذر کرد. و نیکوترین خیری که امتش را به سوی آن راهنمایی کرد این توحید بود. و هر چی که الله دوست می‌دارد و از آن راضی می‌شود و الله با این توحید، با این سنت، با این پیامبر مردم را راضی کنانید. همه عبادت و اعمال نیک قانون‌های زیبای دین الله و اخلاق و عمل‌های نیک که الله آن را دوست می‌دارد ما باید اجرا نماییم و هیچ بدی باقی نماند مگر اینکه رسول الله ما را از آن هشدار داد. و بزرگترین آنچه که ما را رسول الله از آن هشدار داد این شرک بود، شرک کردن به الله. در عبادت الله کسی را خواندن، دعا و کمک، مدد یاری، توکل، رجوع به سوی او، هر چیز را از برای الله قرار دادن نه از برای غیرش. و رسول الله صلی الله علیه و در مکه توحید را پایه گذاشت، در مدینه شریعت را کامل کرد و بر ما و شما قرآن و سنت را ترک نمود و این تا روز قیامت باقی میماند. اگر هر کسی که بر این قرآن و سنت روی آورد به آن چنگ زد نجات یافت و هر کسی که از این قرآن و سنت روی گرداند وی هلاک شد. پس این پارچه، این سخنان در حقیقت جنبست رسالت پیامبر صلی الله علیه و حقیقت دین اسلام در بر میگیرد. شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلام و اهمیت دعوت او را روشن میکند و بیان مینماید که حقیقت دعوت او این توحید بود. برای همین مؤلف فرمود که ها و هذا دینه و یعنی این دین اوست، همان چیزی که تمام رساله بیان شد از بالا. هر چیزی که خیر بود امت را بر آن راهنمایی کرد و هر چیزی که شر بود امت را از آن باز داشت و آن خیری که امت را به سوی آن راهنمایی کرد اساس آن توحید و اخلاص در عبادت بود. و تمام چیزهایی که الله دوست می‌دارد و واسه آن ما را الله سبحانه و تعالی راهنمایی کرد. تمام نوع‌های عبادت، نماز، روزه، حج، زکات، دعا، ذکر، نیکی و پدر و مادر، همسایگان، هر چیزی که هست الله بر ما در کتابش ذکر کرد. و هر شری که در روی زمین قرار دارد الله ما را از آن دور ساخت که اساس تمام بدی‌ها این شرک است، شرک کردن به الله و همه آن عمل‌هایی که مخالف دستورات الله است و مخالف دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، همه این شر است، بدی است. پس آن پروردگار حکیم دانا و پرشکوه الله عز و جل ما را به سوی این کتاب راهنمایی کرد و واسه این پیامبران و پیامبر ما را امر نمود که از این کتاب پیروی نماییم و الله ما را امر نمود که از این پیامبر پیروی نماییم. پس اگر کسی پیروی نمود هدایت نمود، اگر کسی که سرکشی کرد گمراه و ضلالت را اختیار نمود. و این دعوت نه تنها برای عرب بود این دعوت برای تمام عرب و غیر عرب بود، برای تمام بشریت بود، حتی برای جن ها هم این دعوت فراگیر بود و تمام اهل علم به این اتفاق دارند. و الله میفرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای پیامبر، ای مردم، من رسول الله به سوی همه شما هستم. این آیت عموم است، به سوی تمام انس و جن، به سوی تمام انسانیت، چی عرب چی غیر عرب. یا ناس، در ناس کلمه ناس عمومی است، همه انسان در بر میگیرد، همه مؤمنان و کافران و فاسقان و فاجران، عرب و عجم و هر کی داخل می شود. و حدیثی که ابی هریره روایت می‌نمایند والذی نفس بیده والذی نفس محمد بیده، قسم به نام آن ذاتی که نفس محمد در دست اوست، لا یسمع بی احد من هذه امه، هیچ کسی از این امت نمیشنود مرا، چی یهودی باشد چی نصرانی باشد، ثم یموت، پس میمیرد، و لم یؤمن بالذی ارسل به، و ایمان نمی‌آورد به آنچه بر من فرستاده بر من روان کرده شد، الا کان من اهل اصحاب النار، مگر اینکه از اهل جهنم قرار میگیرد. هر کسی که به این رساله ایمان آورد وای نجات یافت، هر کسی که این رساله را تکذیب کرد وای هلاک شد. عامله ابی یوسف. و این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم روشن برهان قاطع است، میفهماند که هر شخص، ها یهودی، ها نصرانی، ها هر کی باشد، اگر به این رساله پیامبر ایمان نآورد وای از اهل جهنم است، هر کسی این رساله پیامبر را نپذیرفت، هر کسی به این رساله پیامبر ایمان نآورد پس وای از اهل جهنم قرار میگیرد. رسول الله دینش را کامل کرد، هر خیر را برای ما نشان داد و از هر شر ما را باز داشت. اساس خوبی ها توحید و عبادت الله است، اساس بدی ها شرک و معصیت و بدعت هاست. و رسول الله برای همگان فرستاده شد، برای جن و انس، برای عرب و عجم غیر عرب. و اتفاق اهل علم بر این است، برای هر کس فرمان الله و فرمان رسول الله فرض است و قرآن و حدیث دلیل گواه روشن بر این هستند. پس هر کسی حقیقت قرآن را رد کند، آیه از آن را رد نماید
و هر کسی سنت پیامبر این کار نمی‌کند نمیاد وای از جمله مسلمانان قرار نمیگیرد، از اهل آتش قرار میگیرد. پس دین اسلام باقی است، کتاب و سنت تا روز قیامت، و آن را هیچ کس حق انکار کردن نداره. هر کس انکار کرد از اسلام خارج شد. و رسول الله همه خیرها را برای ما نشان داد: توحید، سنت، عدالت، اخلاق، عبادت، محبت، هر چیزی که الله دوست می‌دارد. و او از تمام شر ما را منع کرد: شرک، کفر، فساد، بدعت، فسق و فجور، هر چیزی که الله بد می‌بیند. و این رسول الله برای تمام مردم فرستاده شد. پس این رساله تا نزدیکی قیامت باقی خواهد ماند. بارک الله فیکم. و در اینجا سخن را به اتمام می‌رسانیم، چون وقتم نزدیک است. با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی اگر زنده و سلامت باشیم، درس دیگر فردا باذن الله تعالی ما این درس را کامل خواهیم کرد باذن الله تعالی. از درگاه الله سبحانه و تعالی قوت می‌خواهیم برای ما فرصت بدهد که این رساله را تا آخر به اتمام برسانیم و این زندگی نامه مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را با دعوت به این رسالت مبارکش به پایان برسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.